چیه 4 تا سنگ و یه مش خاک الکی حجم درست میکنین علیه مسئولین انقلابی زحمتکش؟ امروز میخوام موضوع میراث فرهنگی رو ساده، سریع، شفاف، انقلابی باز کنیم، ببندیم بره پی کارش. میراث فرهنگی اسمش روشه دیگه، یعنی یه چیزی که به ما ارث رسیده و یه ارزشی داره. حالا ممکنه ارزش مالی باشه یا معنوی. فایدهش اینه که رد پای تاریخ و فرهنگ یه عده آدم رو نشون میده. سند تاریخیه. جدا از این که ارزش مالی داره و یه سری حاضرن پول بدن برن ببیننشون، بررسی و مشاهده این میراث مثل شجره‌نامه حکایتی از گذشته مردم رو نشون میده. فکر می‌کنم همه ما روی این موضوع هم نظریم که آدم اصیل و خانواده‌دار رفتارهای نرمال‌تری از یه آدم تازه به دوران رسیده بی خانواده نشون میده. دلیلش واضحه، چون اطلاعات بیشتر از گذشته، تاریخ طولانی‌تر و قوی‌تر، یعنی گنجینه‌ای از بایدها و نبایدهای بیشتر که میتونه برای داشتن آینده بهتر راهنمای تصمیم‌گیری ما باشه. مثلا وقتی من داستان زندگی اجدادم و اشتباهاتشون و تصمیم‌های درستشون رو بدونم، یه قدم جلوترم تو گرفتن تصمیم درست و دوری از اون اشتباهات. حالا یه میراثی رسیده به من، هرچند ارزشمند، اما من انقدر بی پول شدم تصمیم میگیرم بفروشمش که گشته نمونم. کاری با این ندارم که این کار درسته یا غلط، یا مثلا نمیگم که اگه عقل و شعور داشتم به جای نمیرسوندم کار رو که مجبور شم میراث اجدادمو زیر قیمت بفروشم. میراث خودمه، دوست دارم بفروشمش، حق داری داداش بفروشش. اما یه چیزی که به خودت و خواهر و برادرت رسیده دیگه تو نمیتونی به جای اونا تصمیم بگیری. میراث فرهنگی ملی ما یعنی هر چیز منقول یا غیر منقولی که رد پای تاریخ ملت ما رو نشون میده، متعلق به کل مردم حال حاضر، گذشته و آینده کشور ماست. ما این چیزها رو ثبت ملی میکنیم که با پول ملت ازشون محافظت کنیم که کسی بعداً نتونه به بهونه حفر چاه کشاورزی خرابشون بکنه. یعنی مردم دنگاشون رو میدن، جمع میشه، حقوق میدیم به وزیر میراث فرهنگی که ازش محافظت کنه. یعنی این آقا. حالا فراتر از این بناهایی که تاریخ ملی رو نشون میدن، یه بناهایی هستن که یونسکو اونا رو به عنوان اثر مهم از رد پای تاریخ فرهنگ جهان میشناسه. یعنی این میراث دیگه مال کشور ما هم فقط نیست، مال کل جهانه. و اینکه تو کشور ماست یه جورایی شانس ماست. انگاری که خانواده تصمیم گرفته ارث خودشو بده به یه نفر از اعضای خانواده که ازش استفاده کنه، ولی اجازه نداره خرابش بکنه. مقبره کوروش و هزاران بنای تاریخی ایران میراث فرهنگی جهانیه و داعش، طالبان و وزیر محترم میراث فرهنگی اجازه ندارن با بیعقلی و نادانی تخریبش بکنن. کشورهای زیادی بودجه‌های عجیب غریبی خرج نگهداری این بناها میکنن، چرا که به کمک همین بناها میلیون دلار پول در میارن و اقتصاد کشورشون و معیشت مردمشون رو بهبود میدن. حالا رفقای ما آب و نون و برق و جنگلاب و معادن و بقیه منابع کشور رو که حیف و میل کردن هیچ، حالا به بهونه بدی معیشت مردم که البته دلیلش بازم خودشونن، همین اندک میراث باقی مونده رو هم به فنا میدن تا برای نسل‌های بعدی و سلسله‌های بعدی دیگه رسما ارث و میراثی نمونه از این پدر ناخلف. لطفاً خیلی فوری، سریع، انقلابی از خواب نادانی پاشین مسئولین محترم، چرا که دریغ است ایران که ویران شود. من سهممو برای حفاظت از میراث گذشتگان انجام دادم. حالا نوبت شماست که با انتشار هرچه بیشتر این کلیپ به آگاهی جمعی کمک بکنین و جلوی این حماقت‌ها رو بگیرید. دمتون گرم رفقا. تمام.